اینجا ساختمان است. سیخ تعمیری نقلیات‌ها بنیاد می‌شود. آن را متخصصان وطنی در داخل اداره کارخانه واحد دولتی کمونالی خدمت‌رسانی نقلیاتی سانیتری شهر خوجند ساخته ایستادند. نزدیک 50% کارهای ساختمانی به انجام رسیده است. این سیخ پر از روی معیارهای استاندارد جهانی ساخته شده و به استفاده قرار گرفتنش تمام نقلیات‌های پرتابکشانی پر در همین موضع تعمیر کرده می‌شود. 50 با 15 دو تا باکس دارد. اینجا اتاق‌های کارش است، جای عادی خود، جای دمگیری کارگرها هست. بعد ارزشش $332,000 آمریکایی. قریب ما 50% کار اجرا کرده سادیم. 18 نفر کارگران کار میکنن با خوراک گرم تامینم. تجهیزات اکنون اینجا فقط جای ریمون مسترسکای به همه تجهیزات های تاکر نستناک همه خیلی و یا خریده میبیاریم. همش موافق سیمته ارزشش دادگی همه خیلی بالاش بامپوشش از فرمای متال کنسترکسی میشه. درنش به ابرودنیا تو تاکر نستنی جای ریمونت خیلی سرمتروای همه دارد همه خیلی عبارت است. سیخ تعمیری نقلیات‌ها می‌تواند در یک روز 3 نقلیات را تعمیر و تجدید نماید. احتمال می‌رود این تعمیرگاه تا استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان مورد استفاده قرار گیرد. متخصصان این کارگاه میگویند که سیخ پیشتری تعمیری نقلیات‌های اداره که سال‌های 1970 زمان اتحاد شوروی بنیاد شده بود به طلبات امروزه جوابگو نبوده صدمه‌ای ارزیابی گردیده بود. از این رو تصمیم گرفته شد که سیخ نوی تعمیر از روی برنامه اداره پرتوهای سختی معیشی انجام داده می شود. با برابری به اتمام رسیدن مرحله یکمی برنامه پرتوهای سختی معیشی شهر خوجند این مرحله دوم آغاز گردید که در مرحله دوم این به استفاده دادن سیخ نوی از تعمیر برآوردن نقلیات و سیخ حراتی که امروز به نظر گرفته شده است به واسطه امروز گفتم ممکن است که این سیخ بنیاد شده ایستاده است که در آینده با صفتی بلند از تعمیر برآوردن نقلیات‌های مخصوصی پرتابکشان وابسته کرده شده است. این هم باشد از طریق با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان و بانک اروپایی تجدید و رشد مبلغ‌گذاری کرده شده ایستاده است. حالا در اداره کارخانه واحد دولتی کمونالی خدمت‌رسانی نقلیاتی سنتری شهر خوجند 40 نقلیات برای تازه نمودن شهر خدمت می‌رساند. از این شماره تنها 22 عددش همه روز 3 مرتبه از نقطه‌های پرتوهای حدود شهر خوجند را برداشته تازه می‌کند تا به حالت سانیتری شهر تاثیر نگذارد. چون که تازه نگاه داشتن حفظ محیط زیست باعث پیشگیری بیماری‌های سرایتی می‌گردد. از روی طلبات استانداردی گفتم ممکن است که اون سیخی که تا امروز در اینجا موجود بود به واسطه گفتم ممکن است که اون فرسوده گشته بود و از طرف مشاوران یورobанk بانک اروپایی تجدید و رشد امروز بهادی نموده و نقطه گذاشتن که امروز از نو ساخته به استفاده دادن همین سیخ براه مانده شد و امروز چیزی که دیده ایستادیم که این سیخ بنیاد شده ایستاده است. امروز نزدیک $300,000 آمریکایی برای ساخته به استفاده دادن و جهازانیدن اسباب‌های تعمیر با مبلغ جدا کرده شده است که امروز گفتم ممکن است که از نزدیک 40% مبلغ‌ها امروز از خود کرده شده است. یگانه مشکلات و نگرانی کارمندان اداره خدمت‌رسانی نقلیاتی سانیتری شهر خوجند این پست بودن مدنیت برخی ساکنان می باشد که پرتوها را نه در قطعه پرتو بلکه در اطراف آن هوا می دهند. این حالت باعث تشویش است. موضوع مذکور را باشد در بخش‌های دیگر پیگیری خواهیم نمود. زرشی مفنوشکور و نسیم رحیموف برای برنامه اطلاعاتی خبر.